بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ می‌زنید؟ احمد هستم از ایران. بفرمایید آقا احمد. به من اجازه بدید که اول گفتارمو با درود و سلام بر رسول حق نبی الرحمه صلی الله علیه و سلم آغاز کنم و بر آل و صحابه کرام رضی الله عنهم و علی امهات المؤمنین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل که الله به وسیله او صلی الله علیه و سلم دین خود را برای هدایت ما به صورت صحیح فرستاد تا آن را بر تمامی دینها پیروز گرداند، هرچند مشرکین خوش نداشته باشند. ارسل رسولهم بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. از آن رو اگر اجازه بدید یه صحبتی داشته باشم برادر عزیز آقای انصاری. بفرمایید، خیلی مختصر بفرمایید. بله، عرضیم به حضورتون از بحثایی که من داشتم و از این مباحثی که شما می‌فرمایید من خیلی استفاده کردم. از نکاتی که شما میگید مثل کلاس درس من نکته برداری میکنم و در مسیر روشن ساختن حق و اسلام استفاده میکنم و با اون به ایجاد بحث و مناظره در بین برادران مخصوصا با روافض میکنم. یکی این مباحث که خیلی مهمه و شما خیلی خوب به اون پرداختید بحث تعریف قرآن که من با ادله که شما بیان کردید با اونا گفتگوهایی داشتم که چند روز پیش با اینها یه بحثی داشتم و اینجا میخوام شما کمکم کنید و راهنمایی کنید که بتونم جواب قاطع‌تری بدم به اون. بحثی رو که من داشتم آقای انصاری در مورد تحریف قرآن اومد. اول بحثی رو که مطرح کرد حدیثی رو خوند به نام ثقلین و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عصمت اهل. من اول بهش گفتم شما بیا ثابت کن که کتاب الله اعتقاد داری، بعد حدیث ثقلین بکن. چون شما قائل بدید که قرآن 17000 آیه درست. در جواب بعد اومد اینو به من معرفی گفت شما حکم کسی که قائل به تحریف قرآنه رو چی میدونید؟ جواب گفتن شما چی میدونید؟ گفت ما او رو کافر نمیدانیم. اگر منظور را مثل این بیاد بگه آقا مثلا قرآن تحریف شده این باشه که مثلا سقطی صورت گرفته یه اعرابی ایجاد شده، با این حرفی که میزنه ما اونو مسلمون میدیم، چرا منکر ضروری دین که رسالت پیغمبر و معجزه باشه نمیدیم. گفت شما چی میگید؟ گفتم ما با شهامت میگیم و مثل شما اهل تقیه و چیزهای اینطوری نیستیم که اون کافر مرتد خلود در آتش. شما از ترس این که حق رو بگید اینطوری حرف میزنید. چرا؟ چون میدونید علماتون مثل نوریه طبرسی، شیخ مفید حر عاملیتون مورد تعقیرات. جواب به من گفت آیا به حکمی که صادر میکنی ملزم هستی؟ در جواب بهش گفتم اولا این حکم من نیست بلکه حکم عقیده اهل سنت و جماعت. درست. تا اینجا درست گفتم؟ بله کاملا. در ادامه اومد اینطوری به من استدلال کرد که نظر تو درباره صحیح بخاری مسلم چیه؟ گفتم روایات اونها را قبول داریم و به اونها افتخار. درست. اومد از این روایات استفاده کرد. گفت ما روایاتی داری شما مبنی بر آیه رجم و آیه رضاء کبیر که آره عن عایشه قالت قد نزلت آیه الرجم و رضاء کبیر عشر. بعد گفت اینو تو سنن ابن ماجه اومده و علامه البانی اونو حسن. گفت که از زبان خب ام المؤمنین اینه که گفت من همونجا گوشتی ما در آوردم دیدم حدیث رو داره درست. گفت الان شما با حکمی که دادید حضرت ام المؤمنین نعوذ بالله شامل حکمی که دادید شد. من بهش گفتم اولا ادب رافضیگری خودت رو نگه دار و الا غیرت یک اهل سنت را خواهی شد.
در جواب به اون گفتم که این آیه نسخ شده و قرآن دارای ناسخ و منسوخ. آیا تا الان این آیه رو شنیدی؟ و ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثل. گفت بله خوندم و خلاصه به او گفتم این آیاتی که شما میای ادعا میکنی از این قسمت نسخ شدن. در ادامه به من گفت من 2 سوال دارم که من حقیقتا اینجا نتونستم جواب صریحی به اون بدم و خواستار راهنمایی از شما هستم که این مطالب رو ضبط کنم و ما جواب آماده کنم، چون قراره انشالله 2 روز دیگه با اون بحث کنم و شاید همون هر کی بتونه از این مباحث خودش دفاع بکنه که اینجا من نیاز به راهنمایی شما استاد عزیز و بزرگوار دارم. بفرمایید. سوال اولی که اومد مطرح کرد گفت که در مورد نسخ که شما استدلال کردید و آوردید، گفت طبق همین حکم آیه که شما خوندید هیچ نسخی مثل قرآن و بهتر از قرآن نیست و نسخی هم که بخواد صورت بگیره باید در خود قرآن و با آیات قرآن بود. و بعد در ادامه بحث اومد گفت که عده‌ای از علمای بزرگ اهل سنت این اعتقاد دارن که از علمای اصحاب حدیث هستند و از امامان اهل سنت هستند مثل امام شافعی و امام احمد ابن حنبل که گفتن نسخ قرآن جز به قرآن حاصل نمیشه چون که آیه ما ننسخ من آیه و احمد ابن حنبل میگه از سنت یفسر القرآن ولا ينسخ القرآن الا القرآن. این یکی از سوالایی که کرد. 2 گفت این که گفتی اینها نسخ شدن چه نوع نسخیه؟ من در جواب گفتم نسخ در تلاوت. در جوابم گفت که بیشتر فقهای اهل سنت نسخ قرآن را با سنت متواتر یا مستفیض صحیح میدونن. این اخباری که شما اومدی گفتی مثلا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه که مثلا آیه رجم رو ایشون اشاره کرده خبر واحده و نسخ با خبر واحد ثابت نمیشه، چنانکه قرآن با خبر واحد ثابت نمیشه و این تلاوت بدون حکم در حقیقت همون تعریف در نفیسن و با آیه قرآن نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در تعارضه. بعد اومد این استفاده کرد که اهل سنت به اعتراف خلیفه و در اصح کتب شما قائل به تحریف کتاب الله العزیز هست. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. من حقیقتا این 3 روزه چند روزه‌ای که با این بحث کردم خواب از سرم رفته و خواب راحت ندارم تا جواب اینو بدم. خوبه. تقاضایی که دارم راه ارتباطی با خودتون رو به ما بگید، اگر کتابی چیزی هست که در زمینه ما رو کمک کنه در اختیارمون قرار بدید. باشه احمد جان، ایمیل من رو یادداشت بکنید، الان دوستان زیرنویس میکنن، از طریق ایمیل میتونید که از طریق ایمیل میتونید که هر مطلبی بحث طولانی هم داشته باشید بفرستید، انشالله دوستانمون براتون پاسخ خواهند داد. من در سوس شما هستم. تشکر. با تشکر از شما عزیزان، مثلا برادر زحمتکش احمد جان که در پشت صحنه هم هستن و به زحمت میپردازند. الله متعال نگهدار شما باشه. تشکر. خدا نگهدار شما. عقیده کلی اهل سنت در مورد آن 2 روایتی که در مورد تحریف قرآن بهش استناد کرده، این برمیگرده به حماقت و جهالت این شخصی که شما باش بحث کردید. اولا که قرآن به قرآن نسخ میشه، قرآن به سنت نسخ میشه و دلیلش هم این است که حتی سنت با قرآن نسخ میشه. دلیلش هم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. قضیه نسخ اگر میخوان وارد قضیه نسخ بشن، اولا اعتراف کرده این آخوند برای شما که اهل سنت قائل به تحریف نیستن، چون این چیزی که آورده نسخ است و این همه علمای اهل سنت در این عقیده هستن که این نسخ است و تحریف نیست. ثانیاً من نمیشه برای الزام اینا به آنچه که میگن عادت دارم از کتابای خودشون بهشون چیز میکنم. همین آیه رجم که گیر داده به شما، این کتاب کافی است، صفحه 16 در باب فرو، حدیث شماره 13665 در فروع کافی. قال ابو عبدالله امام جعفر صادق گفته الرجم فی القرآن قول الله عز وجل اذا دنا الشیخ و الشیخة فرجموهما البته فانهما قضی الشهوه. من امیدوارم که
این پای ورقش می‌نویسه لیس تزل بار فی مصحف الکریم و قال علامه مجلسی فی المرآة هذه الآیه نسخت تلاوتها دون حکمها. آقای مجلسی گفته این آیه نسخ شده. الان من 1000 تا دلیل از کتب اهل سنت برای شما بیارم که آیه رجم نسخ شده در حدیث. نه بخاری رو قبول داره، نه مسلم رو قبول داره، نه ترمیزی رو، نه ابن ماجه رو، نه ابو داوود و نه نسائی رو قبول نداره. سرشو میزنه به دیوار که آها این شده، این حدیث اینطوریه، این راویش اینطوریه، این کتاب اینطوریه. با کافی بزن تو دهنش که دیگه از جاش بلند نشه. وقتی هم که بلند شد بگه اصبحنا و اصبح الملک لله. این روایت در کتاب کافیشون در فروع است. حدیث شماره 13665 الرجم در قرآن بوده، نص آیه را آورده و علامه مجلسیشون گفته که این آیه در مصحف نیست. چرا؟ چون که نسخت الآیه نسخت تلاوتها دون حکمها، تلاوتش نسخ شده، حکمش هنوز هست. اینطوری جوابش بده احمد جان که کیف بکنه. چون حالا اگر وارد بحث نسخ بشیم، حالا فلان امام شافعی این گفته، امام ابو حنیفه این گفته، پس این آقا اعتراف میکنه که این آیه مشکل اهل سنت در قضیه نسخ است، تحریف نیست. مادامی که همین رو قبول کرده، این پیروزی شماست و نشان دهنده حماقت و جهالت این آخوند بیدین است که از کتابای خودشون خبر ندارن. اگر این آخوند از کافی که به اصطلاح سی‌ترین کتابشون است دیگه، بعد در مذهبشی مثل کافی کتابی نوشته نشده و مجلسیشون هم اعتراف کرده که این آیه جزء آیاتی است که نسخ شده. اینطوری جواب بده احمد جان که دیگه از جاش بلند نشه.